خانم نغمه، از صدای شیرینتان چطور است که با بیننده ها همطور مستقیم یا لایف همطور یک چند دانه یک 4 بیتی را همطور ناز کده بر ما بخوان؟ خب 4 بیتی برتان بگویم یا فکایی؟ یک آدم شکمبو بود. شکمبو بود در کدام جای؟ ولدنکار بوده. بله. باز امو صاحب خانه چا شده آمده گفته مادرم میگه که برنج میخوری یا خوب شورواگه که مقبولان پخته کردیم. امی گفته برو مادر تا بگو 2 تا کاسه نداری؟ اینطور که هست یک فکایی میشنیم با یک آهنگ. اگرچه استعداد فکایی را ندارم متا چون برنامه شما تقاضای زیرا میکنه و دوستام آمده آهنگای ما را همیشه شما میشنوین نه دیگه با اگه از من راست پرسان میکنین هم از یادم خوشنمای فکایی و خواندن اردویش مزمت. متا اگه فکایی خندم نداشتن یا باید خنده کنن. میگه یک نفر بود امرای خانوم خود در رکشه شیشته بود شار میرفت امی شوری زن متوجه شد که رکشوان در آینه عقب طرف خانومش سعی میکنه جانگوره زیاد طرف سعی میکنه شوار متوجه شد گفت رکشه را استاد کو رکشوان رکشه را استاد کد گفت تا شد گفت چرا طرف خانومم سعی میکنی گفت چه وقت سعی کردم گفت در آینه من متوجه هستم گفت سعی میکردی گفت به خدا که سعی کرده باشم گفت ای قلاوده من نیستم برو پیشتر بشی من خودم رکشه را میچلانم. خدا می رکشوان جانگور چطور خوش شده باشه. خب جلالی صاحب حالی فهمید بخیال حالی فهمید. خب بر ما چی میخوانی؟ اگر تکلیف دارین یا خدا ناخواسته کدام عوارضه که جزئی دارم؟ نه ما از هنرمندان نیستم که با نکنم. گلونی ما درد میکنم ما زمزمه کردن نمیتونم. این همین آوازخان لور و پر افغانی است. بله. نه مایک؟ مایک. هلو بیرمی از دیگه از امور رئیسه یک 4 بیتی برتان زمزمه میکنم. خب صرف همراه کرجه بگیرین اوکی؟ باش که یادم نروه اینم اینجا یک یاداش. سری روزی سخی 14 چنارد سری روزی سخی 14 چنارد با دور مرقدش گلها قطار است با دور مرقدش گلها چپور است با دور مرقدش گلها چپور است با قول بی وفا چی تو بار است پدر خوب است که مادر نازنین است پدر خوب است که مادر نازنین است برادر میوهی روی زمین است جوانا قدریم دیگر بدانه جوانا قدریم دیگر بدانه که جای امک است زیر زمین است صحیح شد
اینمی آخرش اتمیا ماسو حتمی است بالکل. قدر مادر پدر باید هم میگیم ما و شما واقعا باید بدانیم نه. مگم امو وربل چپره که نخوانین. این کدام آهنگ است جلالی صاحب؟ من پیشتر برتان زمزمه کردم دیگه متا دیگه نمیفهم که دوستا امرای همکاری کردم میتونم؟ انشالله چه دا وربل خو خالد جان پوره مربوط نیکی که خوربل تاس لره خو وربل چپکړی بیا راسته کړی دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې وربل چپکړی بیا راسته کړی دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې دی وړکې ما نظر دی ورلې دا جانان سرګي سری دی دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې دا جانان سرګي سری دی دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې په خمارو سترګو یې ځلې ورلې کړمه دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې اور بل چپکړې بیا راسته کړې دا د کوم کلی دی دی وړکې ما نظر دی ورلې دی وړکې ما نظر دی ورلې سر خالد جان بد نخوره یا آهنگ؟ بتون سر خالد جان بد نخوره می آهنگ؟ نه و تو چی نیست. بسیاری گپا آمده اینجا بسیاری گفته خالد جان بازت یک آدم است که در خود نمیگیره. خانم نغمه یک خانم شوهرش مسافر بود برش یا به استیلای حال پیام خود استیلای سابق برش خط روان کرد و بسیار دلجویی کرد و که بالاخره دمی آخرای خط گفت عزیزم دیگه از دوریت بیخی دیگه دلتنگ شدیم دیگه سه دیگه باید از گریان میکرد. خب قوارید که یادم میای خندیم میگه برای خودت خود کسی همی گپ نزده با خودت خود کسی گپ نزده برای خودت گفتم تا حالی کسی خوی گپ نزده میشه گفته باشه. خب میگه حالا خیالش راستی من از جلالی کده مقبول استم اما تو یک من یکی دو دفعه یاد کردم باور کده همین خانما زود باور هستن. خوش میگه یک نفر بود یک چی داشت چی میگه یک میگه یک نفر بود امرای خانم خود در بازار در مارکت رفته بود برای خریداری. همینطور در مارکت میگرده که از او طرف همین یک دختر از این نفر یک دختر دوستش آمد. چی میگه گرلفرندش دیگه چی در فارسی رو چی میگه نه ما شما خود شکر نداریم حالا در این زمانه چی گرلفرند آنو گرلفرندش آمد. وقتی که آمد برش کتی نفر خود زنش است امراش گپ میزنم میگه خو کجا میری میگه کتت کیسته نه تو با میگه کتش آمد تو در گپ اخته بود خانومش برش گفتی کی است که کتت گپ میزنه میگه چوب شو حالی ما در غضب ماندم برای از او حالی ما چی بگویم که تو کی هستی حالا یک ذره در فارسی گفته نمیتونم فکایای پشتو است دیگه چی هست دیگه یک ذره زبانم بند میشه ببخشید دیگه چون شما پشتو خبری نکنین و زدی مجبور کنم باید فارسی خبری بکنم نه تست پشتو گیجن و خود مجبور یم سر تاپ سر راست خبری کنم پشتو خبری بکن لگ ما ته لگ دغه راشي په دواړه سترګو صحیح ده ولا نه نو اوس یوه ټوکه په پښتو ووایئ اوس نو تو ووایه زما نوبت تیر سو نو بس نه خانم نغمه میگه همراه شوهرش در بازار روان بود گفت اما تو قصه کده گفت گوره سړیه شونډان مسته دي لفسرین نسته وربل لرم قیتک نسته
شایسته پیشه لرم چپلی نسته مثلا این اینجا را چی میگه این دسته لاسونه مړوندونه نه یعنی د سپین سپین مړوندونه ګوره کریه طلاوې کریه بنګړی نسته میگه شویش آخر گفت نو زه څنګه وکم جیبونه سته خو پیسې نسته